آی دنده‌ام درد گرفت. آی بدبخت برو. شما دوتایید که؟ سلام. خوبم مرسی. اینجا چی کار میکنید؟ من مامانم از خونه بیرونم کرده. بابام بهم گفت سیکشتی. جفتتونم؟ آره. امشب میخواید چی کار کنید شب تا صبح؟ تو این ویدیو قرار بریم ببینیم که اگه یه شب مامان از دستمون عصبانی باشن و ما رو از خونه بیرون بکنن چه غلطی باید بکنیم. و الان ما از خونه رونده شدیم، باید ببینیم که چه غلطی میخوایم بکنیم. یه شب تا صبح باید بیرون خونه بگذرونیم. آره منم خیلی گشنمه. غذا کجا گیر بیاریم؟ ما این وقت شب چه میدونم یه گوی بخوریم دیگه. غذا داره میبند. ماما داری میگیری؟ سر من گشنمه. وای خدا کنه غذا داشته باشه، ناموسن غذا داشته باشه. بچه‌ها ما بالاخره غذا رو گرفتیم. واقعا باورم نمیشد بتونیم غذا رو پیدا کنیم. به جان اصلا واقعا باورم نمیشد بتونیم. خدا مرسی. بچه‌ها جاتون خالی. جاتون خالی. قانونی که غذا حاجی اگه این میری خودم هیچ وقت نمیبخشیدم. خب بچه ها ما مرحله اول رو گذروندیم، غذامون رو تونستیم پیدا بکنیم و بخوریم. این ویدیو قانون داره، اینکه ما اصلا نمیتونیم بخوابیم به هیچ عنوان، باید حتما فعالیت بکنیم و باید تا خود صبح بیدار بمونیم. ولی یه چیزی که بچه شما غذا میخورین سنگین نمیشین، نمیخواین بخوابین. الان مست خوابم بچه. ولی باید بیدار بمونیم، به هر روشی که شده باید بیدار بمونیم و کارهای مختلف بکنیم. بریم ببینیم شب تا صبح چه کارهایی میتونیم بکنیم و چه کارهایی کلا میشه کرد. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. تا آخر ویدیو همراه ما باشین. بریم ببینیم چی کار می‌خوایم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه گوی خوردم این ویدیو داریم میگیریم. الان روانی میشم. خب مرحله بعدی چیه؟ الان بهتون میگم. من مرحله بعدی رو بگم. برای اینکه بتونیم تا صبح بیدار بمونیم چه گویی باید بخوریم؟ نیاز به یک سوخت داریم. آفرین قهوه. الان باید قهوه بخوریم. حالا این وقت شب 12:01 نصف شب باید نمیتونی با 2 تا دست کار نکنی؟ نه نیما باید اینجوری با تو صحبت کنه. بخوایم ببینیم الان این وقت شب جایی هست قهوه پیدا بکنیم. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خارت خب بچه‌ها از اونجایی که ما غذا خوردیم و گیجه خوابیم الان یه جایی رو پیدا کردیم. یه هتلیه مثل اینکه این پشت. من چرا دارم داد میزنم بچه؟ یه هتلیه این پشت، مثل اینکه کافه 24 ساعت داره، 24 ساعته هستش اگر خفتمون نکنن. هیچ آخه نگاه کنید خیلی ترسناکه بچه‌ها. به شدت با این تیپ خوب منم می‌خوایم بریم اونجا دیگه. بیرونمون کردیم همینجوری اومدیم بیرون دیگه. الان باید بریم توی کافه بشینیم و بزنیم به سلامتی چیز، یعنی یه شات قهوه بزنیم که بتونیم بیدار بمونیم. بچه‌ها اصلا اینو امتحان نکنید، جدی میگم خیلی ترسناکه. اصلا خیلی نصف شب خیلی محیط ترسناک و بلا نسبت تو آره خودتون متوجه شدین دیگه. بریم دیگه قهوه رو بخوریم و یکم سر حال بشیم. حاجی اینه به نظر ما رو اینجا راه میدن. خیلی لباسم بده حاجی. بیا بریم دیگه. بیا تو اول برو تو، لباست قشنگ‌تره. بگو من دوستم شلوارکش همراشه. نه حاجی بیا بریم بابا، بیا بریم. باشه تو جو بیافت جلو. سلام عرض. برای کافه می‌خواستیم بریم. یارو یه نگاه به سرسام کرد. ما باید به همه کس ثابت کنیم روانیم. من عین انسانای نخستینم. من اینجوری رو نگاه میکنم. سیریل داره که همون شات معمولیشه. بچه‌ها ما منو رو گرفتیم. الان باید ببینیم که چی بخوریم که تا صبح بتونه بیدارمون نگه داره. ها؟ لته؟
950 تومن توش کوکونات داره. کوکونات چیه؟ کوکونات راست میگه حواسم نبود. پامکین هم داره، پامکین. اصلا هر چی این توش چیزم داشته باشه 950 تومن. حاجی 950 تومن فول لته چی هست؟ ببین مثلا برم بگم انتخاب سراش. خسته نباشی. همون زهر مار. آره 3 تا. بچه‌ها اینمون رو آوردن بوی مرگ میده. این مال اون اناقاست. ما آب سفارش ندادیم، چرا آب آورده؟ سلامتی. چیه جدی؟ آبه. بچه کسی میدونه چرا آب آورده؟ آقا اشتباه بود. آب رو ریزی نکن. آب رو ریزی ما که هر روز میخوریم. چرا برای ما کمه؟ اصلا این لامصب شانسش خوبه. واسه این زیاده. مثلا ما اینقدر ان میده. شکلات هم واسه ما. بدم. بچه‌ها اینو باید بخوریم تا بتونیم تا صبح بیدار بمونیم. آجی این بوش منو نگه میداره. بچه‌ها ولی داستان این آب رو اگه میدونید به ما بگید. حاجی عجب بوی تون میده. میباد کاشون نگه میداشی برای بعد. اصلا نخور، اینم بندو دور. بیا تو تلخه. حاجی یک بوی میده اصلا نمیتونم برم بالا. بیا تا ته بریم. این همه چیه؟ بچه مورمور هم شد. خوردی؟ آره. خاک تو سرمون کنم. یهو بریم همشو بالا. باور کن نمیتونم. اصلا نمیتونم. من زبونم خورد بهش مورمورم شد. یهو همشو برم بالا چقدر میگی؟ هیچی. چو گردن نگیر یعنی بابا. الان فکر کنم فهمیدم چرا آب گذاشتن کنارش. 1 2 نه من نمیرم بالا اونجوری. من واقعا نمیتونم. هر چقدر تونستی بخور. 1 2 3. بخوردی؟ تو هم نتونستی بخوری. کوفتت بشه. یه خورده از این بده به من. غلط کردی. عجب خریه. خیلی خسیس و گویی. ببین نخوری همه کفت رفته. ببین بچه ها نمیدونم شما خوردین یا نه ولی اگه نخوردین نخورین. چشم. خیلی چیز سمیه. من همینجا از همین تریبون اعلام میکنم چه گویی خوردم. نخورید این آشغالا نخورید شما. این آشغالا مفتم. من قدرت چیزم از دست دادم حاجی نمیتونم اینو وا کنم. من سکسکی گرفتم. تا حالا بدنم اینقدر شوک بهش وارد نشده بود. ببین این شکلات تلخه. این انقدر تلخه من اینو شیرین حس میکنم. باید بخوری یا باید تا تاش بخوری؟ باید تا تاش بخوری. نمیخورم. غلط کردی باید تا تاش بخوری. غلط کردم که دیگه خودت ببین اینو تا نخوری نمیذارم اینجا بریم. نریم تو صبح همینجا بشین. نمیخورم. مغزم به 3 نیم کره تقسیم شده. یکی میگه بخور سری تمامشه بره. اون یکی میگه نه آروم آروم بخور. یکی میگه اصلا نخور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نخوردم. رگ اعصابم اینجام گرفته. ناکن مورمورم میشه. من الان تو شوک که مغزم زیاد نمیتونم تحلیل کنم اتفاقاتو. ناموسم میشه من اینو نخورم؟ نه حاجی قرآن باید بخوری. تو الان تو اون ساعت میخوری؟ باید بخورم. من نمیدونی چه ساجیس میدارم. خودمو زجر میدم. نخوری نمیدونی اینجوری. طبیعی 1 2 3 بگیم بریم بالا. نه کامل نمیتونم برم بالا. خورد 1 2 3. فکر کنم جدی خوردی همه رو. ببین اینو تا نخوری نمیذارم اینجا بریم. نریم تو صبح اینجا. همینجا بشین. نمیخورم. اصلا این آبت میدی؟ نه پشما. بچه خیلی چیز زهر ماریه. بچه برای من اینقدرش مونده. اگه نیوا داره خوبی؟ خیلی بده. حالت هوا معبود داری؟ اوه. آقا پس منم بخورم با نیوات حالت هوا داشته باشم. تو داشتی رفیقت بپره تو چاه میپری. آره اوکی برو آماده باشین من بالا بیارم دیگه. اوکی ببین سریع قورت بده مزهشو زیاد حس نکنی. بابا باور کن از برج میلاد میخواستم بپرم اینجوری اینقدر فکر نکرد. اصلا اینقدر فکر نمی‌کردم. 3 2 نمیتونم. اوکی 3 2 خوردی؟ نیما الان تبدیل به زامبی میشه تا خورد. قیافه اومد شو ببینید تلخی رو حس میکنی.
انگار بابای کریتوس یه چک خوابونده زیر گوشم. آب شیرینه. الان شیرینی آبو واقعا آدم حس میکنه. اصلا این تلخه، من دارم شیرینیشو حس میکنم. من بدتر الان سردرد گرفتم. 2 روز باید بخوابم طعم این یادم بره. 2 روز این چسبیده به سقم. اصلا این عمرن این طعمی. کسی هست واقعا اسپرسو دوست داشته باشه؟ بچه کسی دوست داره تو کامنت بگید لطفا. آره تو کامنت بگین لطفا. من بدونم همچین آدمی که اسپرسو دوست داره چه شکلیه. خیلی دوست دارن. اینو میدونم که خیلی دوست دارن اسپرسو. آره. خب بچه‌ها ما قهوه‌مون رو خوردیم. قهوه که چه عرض کنم؟ تریاکمون رو زدیم، اوکی بود همه چی. الان بلند میشیم میریم ادامه کارا رو انجام میدیم. کوفتت بخور سریع بریم. از اونجایی که بیرون ممکنه دستشویی پیدا نشه مجبور بودیم همینجا کار رو یکسره کنیم. هر چی داشتیم خالی کنیم. خب بود همه چی. اصلا نباش. خب گفتی شلواره که چه برندیه؟ بالنسیاگا. چه غلطی داری می‌کنی؟ اسپرسو روش تاثیر گذاشته. بچه من خارش گرفتم، جدی دارم میگم. هیچ وقت این مزه‌ات دهنم خارج نمیشه. بچه اینجا ساعت نگاه کنین. خب این ساعت ما هم خوابیده. ساعت 2:30 صبح. ما می‌خوایم ورزش صبحگاهی انجام بدیم. بچه الان ما رد دادیم. ما قشنگ الان یه حالتی هستیم که مرز نخوابیدن رو رد کردیم. الان اینجوریم که می‌خوایم ورزش کنیم الان. بچه نیما پارکور تو کامنت ها. او مای گاد. اوه حرکت کدوم خفن تر بود. خب آماده این؟ خب بچه های ایتون خودت در بیار دیگه. یه جوری نشون بده که کله ملق زدم پشتک بارون اونور اومدم اونور. چشم امر دیگه نیست. ما اینجا 2:30 صبح می‌کردیم فقط تنهاییم. حالا مثلا یه اکیپ اینجا اینجوری هم هستن اینجا. مدله؟ نه مدله. نمک. نمیرسی آخه به من. دیدی سرعتت بیشتره. هیچ وقت نمیرسه. خوبی؟ بچه من احساس کنم واقعا پیر شدم. خیلی سریع به نفس. اوه پرنده خوابن. خیلی سریع به نفس. اوه پرنده خوابن. مزاحمشون نشی بچه. اینجا رو به بوتا داره تکون میخوره. رو کارن. نه ایشالله که پرنده مرنده چیزیه. نگیر من مرسی. طبیعت رو نگاه کنیم. به دیدی بوتا رو؟ نیما اینجوری کاره هیچی نگو. بریم به ترسونیمشون یا بگیم پخ سورپرایز مادر فادر. ول کن یهو ببینیم میگیرن ما چمون میکنن. آره یهو دیدیم ما رو ترتیبمون. آره چیکار داریم دیگه ما ورزشمون رو کنیم. چیزی من اوکیم. این جزء حرکاتم بود. بابا اینجوری نگاه نکن بابا. سیسه کیوت ببخشش بچگی اجازه نمیذاره. بابا بهنامبانیه. من یه سوال بپرسم. الان این سیس چه ربطی به یخچال داره؟ دمش گرم. من این بازیگرا رو خیلی دوست دارم. درست اسمشو نمیدونم ولی خیلی آدم فان و باحالیه. ولی مگه بهنامبانی نی؟ چرا اینقدر گاوی؟ من دقت می‌کردم دارن چیکار می‌کنن. بابا 2:30 صبح خیلی بچه‌ها جای خطرناکیه. هست نمیشه جایی رو رفت. خدایا بله هر چی خودت توی دنیا جواب بده. الهی حامی. آقا نیواد میخواد برامون حرکتای قشنگ بزنه. رقص میله تو پارک. شاهد جفتگیری انسان با میله. چجوری تو فیلم ها میرن پس؟ نه تو کود میخوره. با این نمیتونم. بابا داره دستت جر میخوره. جر مخره. غلط نیست. وایسا منم کمکت کنم. بیا تو بده. نه اون مال یه چیز دیگه است.
انرژیم یه جوریه، یه هم انرژی دارم اولش، بعد انرژی دارم ولی تا شروع میکنم یه کاری رو بکنم انرژی میخوابه. انگار مثلا مغزم میگه بابا پافیوز اومدی بذار بگیریم بکپیم. مثلا سگ تو پارک نه، اوایل یکی دو نفر پیدا میشدن لا بوت موتا، ولی الان کسی هست اینجا؟ سگ تو پارک نیست. بیا جسی بیا. فتش بیشم منه. این بشه منه. تمام دونه همینه. آجی داره پاره میشه مادرت. آجی فتقم زد بیرون. آی بیا بریم نیواس. من چند تا شنا میرم تو چند تا شنا میری؟ نه الان اصلا جون ندارم. به لباسم. 1 2 3. بیا ببینم. آها نه تو باید اینو. آره بچه کالا نیما تکیدو سوار شدید؟ نه برو نکن برو. یا بچه پیشنهاد میدم حتما اگه قسمت شد نیما تکیدو سوار شید. بچه ها ما یکم انرژیمون تمام شده، میخوایم یکم استراحت بکنیم. نیوات کو؟ بابا این کو روباه کوچولو. بچه آره بچه کار زشت شد، مزاحمشون شدیم. مزاحم نمیشیم دیگه. رفتم پشت بوته ها. روباه پارتنر داره من ندارم. خاک تو سر جفتمون. بچه ها ساعت 3:29 صبح دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه. اصلا من دیگه نمیتونم نیما. نه نباید بخوابیم آجی، اصلا نباید بخوابیم. چیکار کنیم حالا؟ بریم یه اسپرسو دیگه بخوریم. برو گم شو بابا. راند 2 نصفیش خوردم ولی یکم سر شدم انگار. نه من اصلا بدتر اون موقع دارم، هر سری که میخوام بدتر میشه. سگ تو من بدنم واقعا خواب لازم داره. اینم از صبح. من سرگیج. تا دقایقی دیگر خورشید از پشت کوه میزنه بیرون. پشمام. گرگ. صدا گرگ. یکی دوتا هم نیستن. آره این صدا خروسه. ساکت شدن دیدی بهشون گفتم با زبون خودم نو. ببین ساکت. یکیشون به حرفم گوش نمیده. اون بچه من تا حالا طلوع خورشید رو ندیده بودم. بسته دیگه. جدی ساکت شدم. بچه ها من دارم سگ لرز میزنم واسه تون. حتی منم دارم میلرزم. هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. این نکته خیلی عجیبی ما الان به این نکته خیلی عجیبی برخوردیم. همکنون ماه رو نگاه کنیم. عجب چیزیه. من سردمه. این خورشید. آره ولی عجب ماهیه. من میام من میمیرم. آفتاب افتاد رو ساختمونه پشتتون. بچه خورشید طلوع کرد. چه باحال. این همه منتظر بودیم. ای خورشید پشتش به ماست. آجی واقعا یه تریاک کم داریم. قبول داری نیوا؟ نیم ساعت منتظریم این بره. اصلا چاکریم. یه بار من داشتم حرف می‌زدم. ببخشید. این بدبختا رو چرا اینجایید؟ بابا از خونه بیرونمون کردن اومدیم بیرون. جفتتونو؟ بابام بهم گفت سیکشتی. بازی من نتونه. من تو بول. این بدبختا رو یه بار دیگه داشتم حرف می‌زدم. ببخشید. ای بابا ولی شما دوتایید که. آره بابا
اینجا چی کار میکنی؟ چرا آره بابا گفتم بدبختا رو گفتی؟ آره بدبختا رو. او من مامانم از خونه بیرونم کرده. مامان بهم گفت سیکشتید. آجی گوش نمونه به شدت. بنده خدام لطف کردم ما رو تو این تاریکی، من ننم نمیشناسه منو تو این تاریکی، ولی حالا دمتون گرم. مواظب باش گوشیو نزنن بچه‌ها جفتتون ها. بله. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها دیدمش. دورت بگردم.